نظر خود چه؟ نداشتی اولیه یا دومی رو؟ بابا ولم کنید تو رو قرآن. سلام رفقا، به چنل خط قرمز خیلی خوش اومدید. اینجا قراره که اخبار و حواشی بلاگرها، یوتیوبرها، خواننده‌ها و کلا حاشیه‌ها رو بررسی کنیم. امروز می‌خوایم حواشی تیکه جنجالی فرشاد سایلنت و پوتک به اشکان و جواب تند اشکان به اونها رو بررسی کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. چند روز پیش پوتک و فرشاد سایلنت توی پست مشترکی که از کانال فرشاد پخش شد به بررسی بلایند دیتا و اکس دیت های مختلفی که توی یوتیوب پربازدید شده بودند پرداختن. توی این پست به تیکه ای از پست اشکان که درباره اکس دیت علی آرزد و نفس بود هم پرداختن و گفتن این برنامه فیکه که این جمله به مزاج مخاطبهای اشکان خوش نیومد. اومان چه شکلی داره؟ خواستم ببینم هنوز داریشون نظر خود چه؟ نداشتی اولیه یا دومی رو؟ اونی که تو دستم پوسید یا نه؟ دروغ گفتی خیلی میگم میشه ولم کنید تو رو قرآن. دیگه نمیخوای چه شما نه همین کم بود برید گم شید خدا وکیلی. با لنزم مگه میشه گریه کرد؟ همون با لنز مگه واقعا میشه گریه کرد؟ آی دست برداری. وای فری، ولی اگه اینا واقعی باشه من از وجدان میگیرم. خدا رو میبره جهنم. چیزی نگذشت که همه کامنت های پست فرشاد سایلنت پر شد از طرفدارهای اشکان و کامنت هایی که میگفتن اشکان فیک نیست، تا جایی که حتی اشکان هم توی استوریش به این حواشی واکنش نشون داد. اشکان در جواب مخاطبی که گفته بود نمیخوای جواب فرشاد سایلنت و پوتک رو بدی گفت از ضعیف کشی بدم میاد، اونا واسه ویو مجبورن هر کاری بکنن. بعدشم جواب چی رو بدم وقتی که توی کامنت های ویدیو خودشون همه مردم جوابشون رو دادن. یه چند نفری هستن توی یوتیوب که پر ادعان، الکی مثلا یوتیوبرن 4000 تا ویدیو دارن که 3999 تاش سایک و نخندیه، احساس مالکیت میکنن توی یوتیوب فارسی، فکر میکنن که خبریه. منم چون در این حرفا نمیذارم هر ماه یکیشون میاد سعی میکنه که یه تیکه به ما بندازه و ویو بگیره. حالا منم از همه جا بیخبر بی‌حاشیه دارم کارمو میکنم، ولی خب فشار آوردم دیگه. من چون کلا مستقل کار میکنم داستان زیاد دارم، اینا هم تو کتشون نمیره که دیگه طبیعیه. یارو 10 ساله که تو یوتیوبه، 4 تا ویدیو بیرون از خونه نداره که مبادا آفتاب صورتشو نسوزونه، 2 قرون خرج نکنه، سختش نشه، اذیت نشه، 4 تا دوربین کرایه نکنه، شب یه موقع خدایی نکردی دیر نرسه خونه، کلا روی صندلی میشینن و الکی میخندن و میزنن سایک و نخندی پارت 1427. طبیعیه که فشاری بشن از این که 4 نفر اومدن و انتظار مخاطب رو بردن بالا که ویدیوهای بی محتوای اونا رو نگاه نکنن. من دنبال اثبات خودم توی یوتیوب فارسی نیستم، زحمت میکشم که محتوای با کیفیت تولید کنم واسه مخاطبی که داره به من احترام میذاره. حالا نظر شما درباره این حواشی چیه؟ امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که دکمه سابسکرایب چنل رو بزنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید.